ассалому алайкум падарон, модарон, бародарон ва хоҳарони азиз, хуш омадед ба канали Ҳамнаво. Бо шумо ҳастам Али Акбар. Дӯстони азиз, имрӯз меҳмон дорем аз ҷумҳурии Туркия дар ҷумҳурии Тоҷикистон ба ватани айзамон профессор Саадетдин Коҷа Туркро хуш омадед мегӯем ба ватани айзамон. Хуш омадед дӯстони азиз. аввалан мехоҳем аз аҳволи шумо пурсон шавем. саломатии шумо хуб аст? الحمدلله. اصلا که اومدنم به تاجیکستان برای من جوشید، یعنی اینجا وطن دوم من قرار گرفته و مردم تاجیکستان رو مثل مردم ترکیه در نظر گرفته، با اونا همحال میشوم. این باعث افتخاری بنده هستش و خوش و خرم میشم اینجا. اولا میخواستم اوید با کار و فعالیت شما. من استاد زبان فارسی هم، درس من شغلم همان ادبیات و فلسفه و تصوف. من اکثر موارد نه که قبر جلیل جمیل مولانا در قونیه ترکیه هستش، اکثر دیوان اون و چیز اون مستوی اون کار میکنم و تجزیه تحلیل 46,000 بیت دیوان مولانا رو اولین بار من تجزیه تحلیل کرده و انتشار دادم. چون که استاد فقید من در ایران که من دکترا از ایران گرفتم، رهبر من چی بود؟ استاد رهبری که کننده استاد فقید ابرقدرت‌ترین عالم ایران بود. پیش اون دکترا خوندم و با درجه دکترا را از دست مبارک بدوی زمان فروزانتر دریافت کردم. چند سال باز این جانب با جمهوری تاجیکستان آشنا هستید و بار آخر کی به تاجیکستان تشریف آوردید؟ و بعد تشریف آوردن شما چندین سالها گذشت، تاجیکستان ما را چه خیل دیدید؟ این اصلا تعریفش خیلی مشکله. همون بهره اول که 1908 وارد شدم برای کنگره رودکی، بعد از اون متداوم هم 2 سال یک بار، 1 سال یک بار، تقریبا 4-5 بار اومدم به تاجیکستان. اینم آخرین بارشی که امروز اینجا هستم و هر دفعه که اومدم یک تنوع و تبدلات عظیم میبینم اینجا. یعنی برای یک انسان که به این حد درجه اعلی که تفکیرش رو چی تحمیل بکنه و چیز بکنه به طرف اون نمایان کنه، اینا اصلا تعجب پیدا میکنم. و یک انسان به مدت 3 سال 4 سال به این درجه تبدلات به عمل آورده امکان نداره. ولی که این تاجیکستان عزیز یک رئیس جمهور خیلی ابرقدرت وجود داره که اون میبینم هرچی داری ندارش و وقتش و چیزش و جسمش و جونش، اینا که برای تبدلات به عمل آوردن و چیز بکردن، ترفیع کردن، نه تنزیل کردن رو. از تنزیل کردن خوشش نمیاد، ولی که همش به حالت ترفیع که بالا که ببره اون بهش حاض میده. از این حاضی که میگیره بهترشه به این درجه اعلی که رساندش. من تعجب کردم. من نظرم 10 سال دیگر که سر کار که بمونه، یک 10-20 سال که سر کار بمونه، پاریس خاورمیانه می شود این شهر دوشنبه. خدا خواهد. از عالمان تاجیک با کیها دوستی دارد و این دوستی از کجا سرچشمه گرفت؟ من عالمان تاجیک هستم که بهره اول که به مولا احمد که چی آشنا شده، ولی بعد از اون به وسیله که چیز شده کردم. خود امروز هم مثلا که چیز کردم با رئیس دانشکده معقول یعنی که الهیات چیز که برخورد کردم، اونم با هم دوست شدیم. با مفتی خود چیز تاجیکستان اصلا یک جوش بین ما به عمل اومده، با دوست دینی معاب شدیم و انشاءالله بعدی سنم هر کجا که رفتم ازشون بیاد میکنم و اونا را دعوت میکنم انشاءالله که میاد پیش من به ترکیه و منم گاکای انشاءالله دفعه دیگر که یک کنگره اگر به میاد اینجا
hanımı خودم هم برمیدارم میارم اینجا که قرار شد. خیلی خوب. оид ба диндории мардуми тоҷик чӣ мушоҳида намудед ва дар ин бобат чӣ тавсия медиҳед? бораи озодии дин дар ҷумҳурии мо, яъне ки дар ватани азизи мо, шумо тӯли чанд рӯз аст мегардед дар ватани мо, чӣ мушоҳида кардед? دین برای سیاست برای استفاده کردن برای سیاست نیستش. دین راهیش نزدیک شدن به خدای متعال الله ذوالجلال. یعنی جای سیاست سواست، قوانین دین سواست، جای سیاست سواست و قوانین سیاست سواست. اصلا دو تایش با هم مخلوط کردن خطا هستش. دیندارها باید کار خودش انجام بدن، سیاست مدارها باید کار خودش اقدام کنن، نتیجهشون بگیرن اینا. ولی شما هم یک سیاست مدار خیلی عالی داری که رئیس جمهور موجود، خیلی یک شخص ابرقدرت معابی. مثلا من گفتم که در قرن 20 آتاتورک چی بود برای ترکیه؟ در قرن 21 هم خود رئیس جمهور الان برای شما برای ملت تاجیکستان همین چیز داره، قیمتی داره. نباید از گفته های، از رفتارهای، از کرده های اون جلوگیری کنن، اونو جلوی چرخش اون چیز بزن، سنگ بندازن. همش اون سنگ‌ها که انداخته شده اونا رو بردارن بذارن کنار، اون راه حلش رو، اون ماشینش رو، اون رفتارش رو به آسانه انجام بدهد. انشالله امید من این که برای چیزی در ضمن برای پیش بردن، پیش رفتن یک کشور سه تا چیز باید اتحاد پیدا کنند. یکی از اونها مشترک بودن زبان یک، دوم از مشترک بودن دین یک و مشترک بودن ملت یک. این سه تا دست یکی دیگر بدن و به خود رئیس جمهور پشتیبانی بکنه که جلوش نگیرن، اون برای آینده ملت تاجیکستان خیلی پیشرفت پیدا میکنه، با هوش و حضور به دست بیارن. نباید جلوش گرفت. اصلا من متداوم از خدای متعال خواست من این است که این رئیس جمهور که عمرش دراز باشد و روحش عزیز باشد و صحتش عظیم باشد، من دعا میکنم دیگر برای ملت تاجیکستان. چون منم اصل ما هم از اینجا برده، اینجا وطن دوم، باید از وطن دوم هم جلوگیری کنم دیگر که از شر و بلا و اینا. کدام از خصلت‌های مردم تاجیک برایتان پسند است؟ اونها که روشن فکرن، اونها که عالمن، اونها که فاضلن، اونهایی که دین و دیانت را از دید وسعت نگاه کنن و با عقل و شعور از اون یک نتیجه خوبی بگیرن و به مردم ارائه کنن. مردم هم از کردن رفتن دنبال دین دیانت اینا چیز باشن، خوششون بیاد، بفهمن که دین چشم بسته خوندن و یک چند دعا نیستش. دین چیز قوانینی هستش که از لحاظ اون ملت که اخلاقا سکوت پیدا کرده، اخلاقش رو درست میکنه. اون ملت که انسانیت رو از دست داده، انسانیت رو دست میده. این قوانین هستش. اون ملتی که اصلا که ایمان نداشت اینا به ایمان دعوت کرده، اونا را که چیز بکنن، به حالت ایمان آوردنش به درجه اعلی برسونن اینا. از این بابت انسان الان خود تاجیک، اهل تاجیک، اون پدرهای تاجیک اینا بعد از اینکه از بعد نسلی که از پشت اونا به بار میاد
و آنها را خوب از لحاظ علم عرفان خوب پرورش میدن. به شوروی میفرستن، به آلمان میفرستن، به چیز میشن. از همه دنیا یک ایده را که جمع‌آوری میکنن که اینا نتیجه به اولاد خودشون چیز میکنن، کمک میکنن که برن که برگردن. اینا و همون شرق و غرب را مخلوط کرده یک خمیر حسابی به عمل به دست بیارن. با جوانان کشور ما چی توصیه ها میدهید؟ الان در دنیا جوان ها یک چیزی داره، یک تنگنایی داره، یک با نفسش، با پیلش، با رفتارش دعوا میکنه. این برای چی؟ برای نداشتن کار، برای نداشتن صرف کردن پول. اصلا باید تفکیرش یک کمی عصبانی میزاج شدن یا مغزش معیوب پیدا کرده. ولی برای جلوگیری برای اونها یک کارخانه ها درست باید کرد و کارهایی باید پیداش کرد و مشغول باید باشه که سرش چیزش. اگر مشغول نمی شود اون مرتبه یک جنون پیدا میکنه. باید از این جلوگیری کرده خوب بفهمیم. یعنی برای جلوگیری که از رفتار جوانها خوب یک رهبر حسابی باید به عمل آورد. مثلا جوانان بحله اول از خانواده خودش که یک چیزهایی میگیرن، بعدن در خود مدرسه و در خود دانشگاه و در و در خود مدرسه معلم خوبی رو به عمل باید اونا رو پرورش داد. اول از معلم شروع میشه. معلم خوبی که دست میگه اینا اون مرتبه تأثیر میکنه به سر چیزش. اونم میگوید که اون جوانه که درس میخوند من هم مثل معلم خودم به درجه میرسم و سعی میکنه. همون تو مدرسه دانشگاه که میری دانشگاه هستن طوری رفتار میکنن اساتید که چیز باشه و هدایت کنه که من این کارهایی میکردم در خود چیز. اکثر شاگردان که فارغ التحصیل شدن یکی سفیر شد، یکی رئیس دانشگاه شد، یکی رئیس دانشکده شد، یکی اوله و بله و از این حرفا. پس اون بابت بستگی داره به استاد. اول استادها را که فارغ التحصیل شده و اون چیز رو سمت را بهش تقدیم کردین اونها را چیز کرد، پرورشش داد. اونا که پرورش خورده و یکی ضبط ربط چیز شده قرار گرفته اون مرتبه اونها هم این هدایت میکنن شاگردای خودشون که شاگردا از چی راه باید که به هدف خود برسد اون یاد بگیرن. انشالله اونم الان در خود تاجیکستان به عمل اومد و میبینم که الان مثلا شاگردای کوچولو اینا که یک قیافه مخصوص دارن، یک شلوار مخصوص دارن، اون دختره یک چیز داشته، یک شلوار یک پیره چیزی مخصوص دارن. این بهترین چیزی مثل شوروی ها که اینجا تو مدرسه خودشون هم پاپیون اینا میذارن. الان تاجیک ها هم این کاری میکنن. انشالله که آینده تاجیکستان، آینده جوانان تاجیکستان به درجه عالمی رسن و کشور خود را مزین میسازن و خوش برخورد میسازن و حاصل کلام یعنی خوب خواهد شد انشاءالله. تشکر زیاد استاد. ما که در عرفه جشن استقلال قرار داریم برای مردم شریف تاجیکستان چی تمنا داره در آخر؟ الان گفتم مثلا که تاجیکستان چیز کرد. تاجیکستان 30 سال به این طرف یک چیزی این استقلال به دست آورده. این در مدت 30 سال اما اوایل خوب دیگه جنگ جدال بود، بعدن جنگ داخلی چیز شده بود، بعدن جمهوری چیز به عمل اومد اینا و در این جمهوری به مدت کوتاه خیلی چیز شد، پیشروی کرد. یعنی وقت کمه. در این وقت کوتاه یعنی 15 سالی که این کارهایی که انجام داده شده اینا اصلا شدنی نبود. ولی 1000 بار متشکرم که من که مال ترکیه هستم ولی اینجا کشور دوم من قرار گرفته اینا. 1000 بار متشکرم که
رئیس جمهوری همچنین کم نظیر میاد، کم میاد. بله. کم میاد. هر کس از اوتش نمیتونه بر بیاد. من میدونستم، الان میدیدم، خوشحال شدم و موفق باشیم انشاءالله. شما تشکر کنم. کانال ما در سامانه یوتیوب همنوا ابونه شو و از ویدیوهای نو با خبر باش.